السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تا چی قدر پرسیدن یا اینکه طلبیدن جایز هست؟ امروزه بعضی برادرها میگن که اون نفرهایی که در راه میستن میپرسن از مردم، پول میطلبن که یوری طلب میکنن، با اونها دادن جایز است یا نه؟ یکم همین چیزی که سوال یکم این است که تا چی درجه جایز است طلبیدن؟ یک چیز نگفته نماند که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر مسئله ضرور باشد یا اینکه از سلطان باشد، یک انسانی که صاحب وظیفه است یا اینکه بگم رئیس یک شهر است، اون اگر حاجت داشته باشه از همون پرسد هیچ باکی ندارد، یک مثلا یک چیز، یک مشکلش یک چیزی ضرور باشد. این روایت ترمذی روایت میکند و میگه پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم که پرسیدن یک یاره هست، یک کوبیدنی هست که انسان بروش میکوبد، روش در نظر مردم یردار میتواد و مگر از صاحب سلطان باشه اگر بپرسد هیچ باکی ندارد. و انسان هایی که وقتی که حاجت یک مسلمان در یک حالت سختی هست، اونا باید خود به خود اونها دستگیری کنن. علما میفرمایند که در هر جایی که بایها باشن و کمبغل های باشن که احتیاجمند سخت باشن، بفهمند که اون بایهاشون بسیار انسان‌های بخیل بدستن، انسان‌های بگیم بسیار پست بدستن که در اون قشلاق، در اون بگیم که محله مردم به این درجه به حاجت رسیده هستند و میطلبند. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میفرماید که حدیث بخاری مسلم است: الید العلیا خیر من السفلی، دستی بالا بهتر است از دستی پایین کرده. دستی بالا در همین نفقه کننده را میگن، یک نفر که نفقه میکنه میگن بیسازم، و سفلا که همین دستی پرسنده را میگن. دستی که صدقه میکند اون از دستی میطلبیدگی نفر بسیار به قدر است و بالا هست. در حدیث بخاری مسلم آمدگی هست که پیامبر گرامی میفرماید که دائمی انسان میپرسد و مسئله آموخته شده است، حتی که اون نفر ملاقات الله میکنه در روی اون نگام پاره گوشت نمیماند، یعنی که روش بگیم در روش بسیار سیاهی و روش بیگوشت روز قیامت میخیزد. و همون خاطر مسئله کردن و درباره این علما کتاب ها نوشتن و در کتاب هاشون ذکر کرده هستند. و یکی از علما رحمه الله مولا عمر سربازی که در اونجا ذکر میکند که مسئله فوق بگیم حاجت، یعنی که یک انسان چقدر نبی صلی الله علیه و میگه که یک نفر که میپرسد برای زیاد کردن مالش، یعنی که مال دارد، طعام خوردنی دارد و بگیم که نفقه دارد که اون بگیم استعمال کنه، او از گرسنگی از ترشنگی نمیبرد، اما میپرسد تا اینکه مالش کم نشود و جمع کند مال و زیاد شود. گفته وقتی که علما میفرمایند که وقتی انم چنین طلب میکند، در تحت همین قول پیامبر صلی الله علیه و میفرمایند که این همه حدیث ها دلالت میکنه به حرام بودن طمع. وقتی بی حاجت میپرسد، یک نفر اونقدر مجبور نیست که بپرسد، طعام دارد، نوشاکی دارد، میپرسد، این حرام هست، جایز نیست است. پیامبر گرامی صلی الله علیه و فرمودند که هر کسی که کفالت بدهد که نمیپرسد مردم رو یگام چیز. یک نفر گفت که پیامبر گرامی صلی الله علیه و که هر کسی که کفالت بدهد که مردم نمیپرسد یگام چیز، من کفالت میتونم برای اون بر جنت. گفت پس حضرت ثوبان رضی الله عنه گفت که من کفالت میتونم که مردم نمیپرسم. گفت اینما گفت کفالت میتونم، یعنی که با اصطلاح خودم گارانتی میتونم که مردم ان شاء الله نمیپرسم یگام چی. گفت یعنی که همون وقتی که نبی صلی الله علیه و آله گفت، صحابه کرام در حال گفت که من گفت نمیپرسم دیگه، کسی گفت همون دیگر یگام نفر یگام چیز نپرسیده بود دیگه بعدی همون. این روایت ابو داود با اسناد صحیح ذکر کرده است، ابو داود رحمه الله. یعنی که درباره پرسیدن، مسئله کردن، طمع کردن قول ها زیاد هستند. بالاخره گفتنی هستیم که پرسیدن از جهت ضرورت باشد یا که صاحب سلطان باشد که اون بگیم که مسئول هست از وظیفه‌اش و تو حاجتت میغلطد، میره حاجت هم از اون طلب میکنی و حاجتی تو را غیر اون دیگر نفر حل کردن نمیتوند، این مسئله هیچ باکی ندارد. اما فوق حاجت او حاجت ندارد، از یک نفر پول میطلبد، از یک نفر مال طلب میکند، از یک نفر مثلا یگام چیزی طلب میکند که اون بگیم حاجتی ندارد، چون که هست اون شرایط خودش دارد که زندگی کند، اون شرایط خودش دارد که طعام خودش و شراب خودش رو تامین کند، اما اون بالا این دکده که میپرسد این حرام هست، جایز نیست است و روز قیامت بسیار بدرو میخیزد و انسان بسیار بد است و تمامی بگیم در میدان حشر اون انسان آشکار میشود. الله پاک از این
بیماری و از این دردی که امروز بعضی نفرها رو فرا گرفته است، الله از آنها نگه بدارد. همه ما و شما را قناعت کننده بگرداند که قناعت این چیزی ضرور هست. آبروی انسان، عزت انسان، مرتبه انسان دائم میستد. و هم خاطر صحابه کرام پیامبر صلی الله علیه و پرسیدند که وقتی که چی کنم که هم الله مرا دوست بدارد و هم مردم مرا دوست بدارد؟ گفت که ترک دنیا کن، یعنی که دنیا را دوست ندار، الله تو را دوست می‌دارد. و ترک آنچه که نزد مردم است او را ترک کن، مردم تو دوست می‌دارند. یعنی که مردم دیگه با تو رفت آمد و بگیم که علاقه ها مثلا که صحبت میکنند به تشویش و به پریشانی که این تو طمع نمیکنی و دیگر کس از مالی او صحبت نمیکنی، از جای او صحبت نمیکنی، دیگه مردم تو دوست میدارن، به تو نزدیک میشون و در نزد الله هم تو چی میشه؟ محبوب میشه، دوست داشته شده میشه ان شاء الله. الله پاک شنیدن این حدیث ها و منها عمل کردن نصیب روزی بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.